ما با استکبار بنای بر دشمنی و عداوت نداریم، بنای بر دوستی و رفاقت و برادری داریم و جمهوری اسلامی عمدتاً بر دو پایه استواره، البته شعب زیادی دارد لکن عمده این دوتاست. یکی عبارت است از نفوذ، دومی عبارت است از ایجاد اختلاف. این اساس نقشه جمهوری اسلامی در این منطقه است. ایجاد اختلاف بین دولت‌ها و بعد اختلاف بین ملت‌ها با دولت‌ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.